بریم برای تعویض روغن گیربکس اپتیما 2016 و نکات طلایی که باعث میشه عمر گیربکس شما بالا بره. حتما با دستگاه روغن گیربکستون رو تعویض کنید و فیلتر گیربکس حتی الامکان که اگه تو کارتله تعویض بشه و روغن با کیفیت استفاده کنید. حتی اکثر کارکرد هم هر 40,000 تا روغن گیربکستون رو تعویض کنید. و یه اشتباه بزرگ که اکثر اتوماتیک سوارا انجام میدن، موقع پارک کردن ماشینشون سریع حالت رو حالت پارک قرار میدن و پیاده میشن. این کار باعث میشه کل فشار روی گیربکس باشه و گیربکستون به مرور زمان عمرش بیاد پایین. شما موقع پارک کردن اول کامل ترمز رو بگیرید و دستی رو کامل بکشید. گیربکس رو بذارید رو حالت N و پاتون رو کامل از روی ترمز بردارید و تمام فشار الان از روی گیربکس روی دستی اومده. حالا حالت گیربکس رو بذارید رو حالت پارک و اوکیه، تمام. منم سابسکرایب کنید.